سحرگاهشون ناگهان به بامداد آرزوها تبدیل شد و چند محکوم به اعدام از خطر جستند. خداوند منو سر راه تو قرار داده، اما منو به راه بدبد نکشون. یا در گیر و دار جنگ آن 8 تن یک ارتش کامل بودند، ارتش 8 نفره. قبل از هر چیز من باید بدونم برای چی میریم و چی نصیبمون میشه. طلای سرقت شده از یه بانک جنوبی که تو اون قلعه در محل بسیار مطمئنی مسئول شده. حیف نیست همونجا ولش کنی. من کلنل مورو، افسر اداره اطلاعات نیروهای متحده هستم. تو دردسر افتادی جناب فرمانده. 8 لاقی، 8 دشمن، 8 متضاد و با این حال متحد و پدید آور ارتش 8 نفره. سرهنگرش نمیخواد چیزی ما بگه، درسته؟ آخه چرا به اون میگه سرهنگ؟ من نمیدونی که اون سرهنگ نیست. سرهنگ نیست؟ من خوش ندارم با کسی که دراجه نداره را برم. از یه بانک جنوبی که تو اون قلعه در محل بسیار مطمئنی مسئول شده. حیف نیست همونجا ولش کنی. اکنون تماشا کنید گوشه‌ای از عملیات این ارتش کوچک را. برید اون پایین با تفاصیل. ارتش 8 نفره. سرهنگرش نمیخواد چیزی ما بگه، درسته؟ به قلعه نظامی حمله کردن، آماده باشید. جنگه و جنگه، خود جنگه. مسکنتون رو ببندید. اکنون تماشا کنید گوشه‌ای از عملیات این ارتش کوچک را. برید اون پایین با تفاصیل. ارتش 8 نفره. در گیر و دار جنگ آن 8 تن یک ارتش کامل بودند، ارتش 8 نفره. 8 لاقی، 8 دشمن، 8 متضاد و با این حال متحد و پدید آور ارتش 8 نفره. جیمز کاورد. آماده باشید. کلی سوارت. وارد سنتر. من با تو برگشتم. داستان وحشت و ترس به هنگام خرید تای. این است جنگی بزرگ، نبردی بی امان، نبرد یک ارتش کامل در برابر 8 نفر. ارتش 8 نفره. بسرمو به خاطر بیار. ارتش 8 نفره. فیلمی از تونینو والری با شرکت جیمز کاورن و باد سپنسر، دیده شده در استودیو پاسارگاد. ارتش 8 نفره.